میدونی یه حس مشترکی بین اینایی که حیوان خونگی دارن وجود داره، اینکه اونا هر روز به این فکر میکنن وقتی این بچه ها سنشون رفت بالا، وقتی نزدیک به روزهای آخرشون بود، باید چی کار کنیم. کاش ما زودتر از اون بریم. خب اینجوری که اون افسرده و داغون میشه، بعد به این فکر میکنن که کاش هیچ وقت نیورده بودیمش. خب اینجوری که عشق واقعی رو تجربه نمیکردیم. خیلی حس شیرین و عجیبیه داشتن این بچه ها، خیلی حس متفاوتیه، ولی فکر به این که اینا یه روزی نباشن وحشتناکترین فکریه که ماها داریم. اینو اونایی که حیوان خونگی دارن میفهمن. شما یه موجودی رو دارین که سالها نه بهتون بدی میکنه، نه دروغ میگه، نه حسادت میکنه. هر کاری هم کنین عاشقتونه. امیدوارم همتون این حسه رو تجربه کنین.